خب فرستا، سلام. وقت شما بخیر. خوش آمدید به ویدیوی امروز. چه خبرهای مهمی از وضعیت حال حاضر مارکت برای شما جمع کردم که در این ویدیو در مورد تک تکش صحبت میکنیم. و به نظر من ایتریوم در حال حاضر ارزش توجه شما را دارد به طور جدی و میدانید که رهبر تمام آلت کوین ها ایتریوم است. تا زمان ایتریوم شروع به حرکت نکرده هیچ آلت کوین دیگری جرأت حرکت کردن را ندارد. منظورم از حرکت رشد 50 درصدی، 100 درصدی، 200 درصدی، 300 درصدی، ولی رشدهای 6 7 درصدی، 10 درصدی روزانه اتفاق میفته. تا زمانی ایتریوم شروع به حرکت نکرده، اگر ما و شما میخوایم آل سیزن ببینیم باید ایتریوم رو بررسی کنیم، ایتریوم رو دنبال کنیم، وضعیت ایتریوم رو ببینیم که به نظر من وضعیت حال حاضر ایتریوم ارزش توجه شما را دارد. قبل از شروع ویدیو برای حمایت فقط روی دکمه لایک کلیک کنید. جدید هستید حتما در کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای آینده کانال رو از دست ندهید. چارتی که در تصویر میبینید آدرس های فعال و آدرس های جدید ایتریوم است. آدرس های فعال هم میتواند مثبت باشد هم میتواند منفی باشد، اما آدرس های جدید 100% کامل مثبت است. آدرس جدید یعنی سرمایه گذار جدید. در چند تا ویدیوی قبلی یوتیوب هم در مورد آدرس های جدید ایتریوم صحبت کردیم که آدرس های جدید ایتریوم در حال افزایش است و این فوق العاده یک سیگنال مثبت است. باید آدرس های جدید ایتریوم هر روز با دقت زیر نظر داشته باشیم که آدرس های جدید ایتریوم دیروز به 267 هزار آدرس رسیده. 267 هزار آدرس. آخرین باری که ایتریوم چنین افزایشی در آدرس های جدید خود داشته میدونید در چه زمانی بوده؟ در 19 آپریل 2021 زمان ایتریوم روی 2200 دلار بوده که بعدش در عرض 2 هفته تا 3800 دلار بالا رفته. البته خب اینجا اوج بازار سعودی بود، شرایط اقتصادی و زمان فرق میکرد، مارکت کپ ایتریوم خوردتر بود، خیلی کوچیکتر بود. الان مارکت کپ ایتریوم بزرگتر شده و پول بیشتر نیاز دارد. ولی به نظر من آدرس های جدید ایتریوم تحت هیچ عنوان در هیچ کتابی بدون دلیل نیست. آدرس‌های جدید ایتریوم جدی بگیرید. امکان داره کمی وقت بگیرد، امکان داره 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه وقت بگیرد. وقتی در وضعیت الان مارکت که آلت کوین ها به قیمت های خیلی خیلی پایین معامله میشه. الان بعضی آلت کوین ها قیمت هایشان برابر با زمانی است که بیت کوین روی 50,000 دلار بود. وقتی آلت کوین ها به قیمت های پایین معامله میشه و ما چنین سیگنال های مثبتی داریم، شما باید از خوشحالی نور از چشم های شما ببارد که آل سیزن در راه است. نشانه های قوی از اتفاق آل سیزن وجود داره و الان آل کوین ها در قیمت های فوق العاده پایین است. پس من وقت دارم هنوز که پول جمع کنم بیارم آل کوین های خوبه به قیمت های درست خرید کنم، به قیمت های پایین خرید کنم. در طول 1 هفته گذشته، 1 ماه گذشته، نهنگ های ایتریوم 670 هزار ایتریوم خرید کردن. نهنگ های ایتریومی که بین 10 تا 100 هزار ایتریوم دارد. و روز جمعه گذشته خبرش آمد که بورس آمریکا، همین نیویورک ستاک اکسچنج، البته این مال کریپتوش است، که از SEC یا همون کمیسیون بورس اوراق بازار آمریکا درخواست اجازه ارائه استیکینگ اتریوم کرده برای صندوق سرمایه گذاری گری اسکیل. 2 روز پیش، چند روز پیش، 21 شرز درخواست چنین چیزی را کرد. الان گری اسکیل زود یا دیر، هفته آینده یا هفته بعدش یا ماه بعدش، بلک راک هم چنین کاری را انجام خواهد داد. وقتی بلک راک انجام بده، شما بهتر است آماده باشین که چی در راه هست. یکی از بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری همین ابودابی، یعنی دبی، اعلام کرده که در فصل اول 2025 که فصل اول هنوز تمام نشده، 3 ماه اول، به ارزش 436 میلیون دلار بیت کوین توسط ETF خرید کرده، توسط صندوق های ETF بیت کوین. ببینید که ETF چی یک محصولی بزرگ برای صنعت ارزهای دیجیتال است. میلیاردر دنیای حال حاضر بازار سرمایه گذاری پاول تودور که لقب یک از بهترین تریدرهای تاریخ را دارد، صندوق سرمایه گذاری ای جناب
سرمایه گذاری خود روی ETF اثبات بیت کوین بلک راک 2 برابر کرده. در حال حاضر به ارزش 426 میلیون دلار بیت کوین دارد توسط ETF آی بیت، که آی بیت مال همون صندوق سرمایه گذاری بلک راک است. صبر کنید در مورد موضوعات بیشتر و مهمتر صحبت میکنیم. صندوق سرمایه گذاری پارافیک کاپیتال هم اعلام کرده که 318 میلیون دلار بیت کوین دارد توسط ETF و 43 میلیون دلار اتریوم دارد. هنوز تمام نشده، صبر کنید. صندوق سرمایه گذاری میلینیوم اعلام کرده که به ارزش 2.6 میلیارد دلار بیت کوین توسط ETF خرید کرده و 182 میلیون دلار اتریوم توسط ETF. هنوز باقی مانده، تمام نشده. صندوق سرمایه گذاری ایالات ویسکونسین اعلام کرده که 321 میلیون دلار بیت کوین خریده توسط ETF. اینا تمامشان، اینا مال شرکت های پابلیک است بچه ها. مثلا یک شرکت مثل تسلا هر 3 ماه صورت درآمد خود اعلام میکنه و در اون صورت درآمد تغییراتی که در 3 ماه گذشته انجام دادن در کار خود، در بزنس خود اونجا اعلام میشه. و تمامی صندوق های سرمایه گذاری که شما میبینید اکثریتشان الان این اعلامیه از 3 ماه آخر 2024 است. یعنی کاری که در 3 ماه آخر 2024 انجام دادن ما الان با خبر میشیم. و اگر ما بیایم در حال حاضر ببینیم که تمام صندوق های سرمایه گذاری ETF در آمریکا به چی اندازه بیت کوین داره، در همین امروز 16 فوریه 2025 115 میلیارد دلار 115 میلیارد دلار بیت کوین در حال حاضر دست صندوق های ETF است. بیایید اینجا رو ببینید. مثلا در 14 نوامبر فقط 56 میلیارد دلار بودم و از شروع نوامبر پارسال تا هنوز 2 برابر شدم. یعنی بعد انتخابات آمریکا ببینید که چقدر تقاضا برای بیت کوین از سمت صندوق های ETF وجود داره. و اینم شما در نظر داشته باشید که صندوقهای سرمایه گذاری مؤسسات مثل ما و شما نیست، یا مثل ما و شما نه یک سری آدمای تنبل که تازه میان داخل مارکت همه یک بارگی بندازن یا همه یک بارگی بکشه. اونا پله به پله، قدم به قدم سرمایه گذاری میکنن. و این پولی که در حال حاضر توسط صندوقهای ETF روی بیت کوین سرمایه گذاری شده، این اندازه از مجموع پولی که اونا زیر مدیریت دارد است. این اندازه. و ببینید که وقتی چنین تقاضایی برای ایتریوم شروع شود، زمانی که پروگرام استیکینگ ایتریوم راه اندازی شود. قبلا در موردی صحبت کردیم که راندازی استیکینگ ایتریوم در آمریکا تاریخچه ETF تغییر خواهد داد. و وقتی شما چنین چیزهایی را میبینید اتفاق میفته، من واقعا اصلا در ذهنم نمی گنجه که چگونه بعض مردم بدبین هستن روی وضعیت حال حاضر مارکت، آینده مارکت. عزیزان دل، کاپیتالیستا، ای بود از ویدیوی امروز. لطفا ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعد، خداوند نگهدار همه شما.